لطفاً از کنار این چند ثانیه آسان نگذرید. همه جهان بدانند اینجا ایران است و در عصر جدید و قرن تکنولوژی و پیشرفت زنان عشایر ما روزی 16 ساعت سخت کار میکنند. کار طاقت فرسا. آنها علاوه بر اینکه باید مثل همه زنان امروزی زن، مادر و همسر خانواده باشند، شغل دیگرشان دامداری است. علاوه بر آن تولید کننده هم هستند. تولید لبنیات، تولید کشک و دوغ و ماست و پنیر و روغن حیوانی. صبر کنید، تمام نشده. آنها نانوا هم هستند. هر روز و زودتر از حتی نانوایان محله ما کار را شروع می کنند. و جالب است بدانید زن عشایر ما بنا هم هست. دیوار می شیند. نامش چیخ است و حکم همان دیوار خانه های ما را دارد. حریم خانه است در برابر باد و باران و طوفان و آفتاب و حیوانات حیات وحش. اگر پیامی برای زنان عشایر همکار با فابریکا دارید، برایشان یک جمله همینجا بنویسید. وقتی که میگذارید ارزشش را دارد و کمک کنید با ارسال و استوری این ویدئو همه مردم بدانند این زنان عشایر ایران زمین بدون کولر و ظرفشویی و لباسشویی و موبایل و حتی یخچال و تلویزیون چگونه با عشق تلاش میکنند. آنها لیاقت حمایت و ستوده شدن از سوی ما را دارند.